الهی حال دلتون خوب باشه و یک لبخند از سر ذوق گوشه لباتون مهمون باشه. امروز توی یکی از روزای زیبای آذر ماه اومدم براتون حکایت دباغ در بازار عطر فروشان رو بخونم. تو حکایت ها اومده روزی مردی از بازار عطر فروشان میگذشت. ناگهان بیهوش شد و بر زمین افتاد. مردم دوان دوان آمدند و دورش جمع شدند. هر کسی چیزی میگفت. همه برای درمانش تلاش میکردند. یکی نبض او را میگرفت، یکی لباسش را در میآورد تا حالش بهتر شود، یکی گلاب به صورتش میپاشید، یکی دستهایش را میمالید، آن یکی گل تر زیر دماغش میگرفت. خلاصه هر کسی هر کاری از دستش برمی اومد براش انجام میداد، اما هیچ کدام از این درمان ها برای او سودی نداشت. هر کسی چیزی میگفت. مثلا یکی میگفت شاید شراب خورده، یکی میگفت شاید حشیش استفاده کرده، اما باز هم هیچ خبری از بهبودی حال او نبود. تا اینکه یکی خبر را به گوش خانواده اش رساند. این مرد برادری زیرک و دانا داشت. با شنیدن بیهوش شدن برادرش فی‌الفور متوجه اوضاع شد. با خودش گفت برادر من دباغ است. کارش پاک کردن پوست حیوانات از مدفوع و کثافات است. او به بوی بد عادت کرده. لایه‌های مغزش پر از بوی سرگین و مدفوع است. به خاطر همین تحمل بوی خوب را نداشته. پس به سرعت کمی سرگین سگ با خود برداشت و در آستینش پنهان کرد و به سمت بازار رفت. جمعیت را با دستش شکافت و به نزد برادرش رفت. سرش را کنار گوش او برد که انگار می‌خواهد در گوشش چیزی بگوید و بدون آنکه کسی متوجه شود آرام سرگین سگ را زیر بینیش گرفت. دقایقی نگذشت که برادر به هوش آمد. دوای درد او همین بود. مردم متعجب به هم نگاه می‌کردند و با خود می‌گفتند حتما او جادوگر است. چیزی در گوشش خواند و این مرد به هوش آمد. امیدوارم که همیشه لایه‌های مغز ما به شنیدن، دیدن و بوییدن بهترین ها عادت کنه. مثل همیشه دوستتون دارم و شما را به دستان توانمند ایزد منان می‌سپارم.